سلام روح زیبا و نورانی. من مونا هستم و خوشحالم که در این لحظه مقدس تو رو همراهی می کنم در سفری عمیق به درون خودت. در این مدیتیشن با قلبی باز و ذهنی آرام به معبد درونت سفر خواهی کرد، جایی که پاسخها، راهنمایی‌ها و حکمت روحی در سکوت در انتظارت هستم. حالا اگه آماده دریافت پاسخهای روح الهیت هستی، در جایی آروم و راحت بنشین یا دراز بکش. چشمات رو آروم ببند و یه نفس عمیق بکش. دم و بازدم. دوباره دم بازدم. با هر دم انرژی آرامش رو وارد بدنت کن و با هر بازدم تنش‌ها، اضطراب‌ها، افکار مزاحم رو رها کن. دوباره یه دم با آرامش، بازدم، رهایی. به آرومی توجهت رو بیار به بدنت و بدنت رو اسکن کن. شروع کن از نوک انگشتان پا. احساسشون کن بدون قضاوت. فقط آگاه باش. به آرومی بیا بالا. ساق پاها، زانوها، رانها، هر جایی که تنش داره به اون نور و محبت بفرست. بیا به سمت شکم و قفسه سینه. احساس کن نفس چطوری در درون جریان داره. حالا بیا به سمت شونه ها، گردن، صورت، همه عضلات رو شل و رها کن. بذار انرژی نرم، آرامش در اونها جاری بشه. اجازه بده چهرت هم در صلح باشه. حالا تمام بدنت
غرق در انرژی آرامش و رهایی. اکنون تصور کن در حال قدم زدن در مسیری روشن هستی. هوای تازه، سکوت دلپذیر، احساس آرامش و امنیتی عمیق داری. در مقابلت دروازه‌ای طلایی می‌بینی. دروازه معبد درونت. با قلبی باز و ذهنی آرام وارد شو. فضایی روحانی با نور گرم و نرم تو رو در بر میگیره. تو در معبد روحی خودت هستی، جایی که فقط حقیقت وجود داره. در مرکز معبد جایی هست برای نشستن. برو و اونجا بنشین و فقط گوش بسپار. اکنون از قلبت با نیتی خالص بپرس: روح من آماده‌ام برای شنیدن حقیقت. لطفاً مرا راهنمایی کن. سکوت کن. احساس کن. کلمات، تصاویر یا احساسات ممکنه بیان یا ممکنه فقط آرامش. اجازه بده
معبد درون پاسخ رو در زمان مناسب به تو نشون بده. تو در مکان مقدسی هستی. در حضور روح برترت. حالا لطفاً با قلبی آگاه و بیدار این جملات قدرتمند و شفابخش رو با من تکرار کن. من با معبد درونم در تماس هستم و پاسخها از درونم می جوشند. حکمت روح من همیشه در سکوت با من سخن میگوید. من در آرامش کامل پذیرای الهامات الهی هستم. کنترل این جهان در دستان نیروی الهی درون من است. من در اطمینان کامل رها هستم و راه را خواهم یافت. نور درونم همیشه مرا هدایت می کند. من به الوهیت درونم اعتماد دارم و تمام زندگیم را به او می سپارم. حالا به آرومی از بدنت آگاه شو. سنگینی بدنت رو روی زمین یا صندلی احساس کن. یه نفس عمیق بکش. دم. بازدم. انگشتات رو کمی حرکت بده و هر وقت آماده بودی
چشمای قشنگت رو باز کن و به دنیای پر از نور، عشق و صلح لبخند بزن. تو اکنون سبکتر، روشن‌تر و آگاهتر هستی. اگه از این سفر درونی لذت بردی، لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و با عزیزانت به اشتراک بذار تا با هم این مسیر نور و آگاهی رو بیشتر رشد بدیم. و لطفاً نظرت رو برام توی کامنت ها بنویس و بگو که چه احساسی داشتی. در پایان آرزو میکنم همیشه در روشنایی حضور الهی باشی و هر قدمت در مسیر آگاهی و آرامش برداشته بشه. با عشق و نور، مونا.